ایشون بر اثر استفاده بیش از حد از راکوتان که بهشون تجویز کرده بودن متاسفانه بافت پوستشون آسیب خیلی شدید دیده. یه بار دیگه میگی چقدر شد هزینه‌اش؟ 3 تومن عزیز. یعنی من اگه بخوام یک جلسه بیام برای درمان جوش و جای جوش و لک و منافذ باز پوست صورتم باید 3 تومن هزینه بکنم، درسته؟ بله. بعد یک جلسه اوکی میشه؟ یک جلسه که نه، به تشخیص پزشک دیگه احتمالاً 4 تا 5 جلسه بعد تشخیص بیاد. بعد این چه ضمانتی داره که من یه دور بیام اوکی میشه؟ ضمانت که کار پزشکی عزیز ضمانت نداره، ولی شما خیالتون راحت باشه کارتون انجام میشه. خب باشه، من بهتون خبر میدم. بهت قول میدم دیگه این اولین و آخرین اقدامت باشه برای درمان جوش و جای جوش و لک و منافذ باز پوست صورتت. اگه میخوای بدونی این چه روشیه، همینجا کلمه آخر رو برام کامنت بکن، توی دایرکت بهت بگم باید چی کار بکنی برای درمانش. مخلص.